ساعت 7:15 صبح 20 ژانویه است. من بیدار شدم برم سر کار، دوش گرفتم. اون قیافه منه بعد دوش که چشم هنوز باز نشده. اینی هم که تنمه در واقع قرار فرست لایر باشه یا همون لایه اول لباسم بر هوای منفی 32 درجه که خب در واقع یه لایه اولیه حرفه‌ای نیست، ولی من با این راحت ترم. این هم که میبینین من چون حوصله ندارم 2 شلوار رو هم بپوشم، اصلا سختمه، ساق میپوشم زیر شلوارم و خب این پاهای من رو گرم نگه میداره تا حدی. البته اینم لایه بعدیه که باید بپوشم که یه یقه اسکیه. اینم بگم که این لباسایی که الان فعلا دارم میپوشم و هیچ کدوم کانادا نگرفتم، یعنی اینا رو همه رو قبلا از ایتالیا گرفتم و این قیافه منم که اینجا میبینید اگه همین شکلی بتونم بیرون برم تو منفی 32 خیلی خوب میشه، ولی خب نمیشه چون باید جلومو ببینم. بعد اینا تنم کردم باید آماده بشم، تازه یه لایه دیگه روی میاد و فکر نکنید که تموم میشه. اینم بگم که امروز سردترین روزی که امسال زمستون وینیپگ داشته نیست، از این سردتر هم بوده، ولی خب امروز خودش روز خیلی خیلی سردی حساب میشه. جهت درک بهتر سرما فقط بگم که اکثر فریزرها روی منفی 18 ست میشن. این آخرین لایه لباسیه که قراره قبل از کاپشنم بپوشم. کاپشن و بوتم کانادایی هن. حتی این لایه آخر هم نیست، در واقع برای هوای کانادا اونا ساخته شدن، ولی خب اونا هم برنده خیلی گرونی نیستن. کاپشن هم تا منفی 30 درجه رو کاور میکنه و بوت هم تا منفی 25 درجه اونجوری که روشون نوشته، ولی خب این درجه ها خیلی دقیق نیستن و در حال حرکت هم حساب میشن. یه اسکارف هم لازمه که داشته باشم که اگه خیلی صورتم یخ زد جلوی صورتم بذارم و البته کلاه. این کلاه رو هم حتی از کانادا نگرفتم و در واقع اینا همه لباسایی که از جای دیگه اومده و برای اینجا هم مناسبه. 8 است. این بیرون اینجا که میبینی یه ذره هوا بین داخل و بیرون در جریان بوده، یخ زده. من باید برم اون روبرو سوارشم برم به سمت کارم. خب من آماده شدم. این همه لباسو چرا پوشیدم؟ به خاطر اینکه ماشین ندارم و قراره الان برم سوار اتوبوس بشم. کلاهم هنوز تو دستمه، این کلاه رو هم قراره بذارم و برم پایین. 7-8 دقیقه دیگه قراره اتوبوس بیاد و اینجا هم راهروی خونمونه. یه ویدیو در مورد خونمون گذاشتم که لینکشو این پایین میذارم، میتونید برید ببینید. بریم بیرون تا آسانسور میاد از این ورم بیرون رو ببینیم. امروز برف نیست ولی خب به اندازه کافی هوا همیشه سرد هست که این برفا آب نشن. این آسانسور ما ظاهرا در حال اسباب کشی بودن و از این پرده های ضد آسیب، اسم عجیبی گفتم فکر کنم، اصلا همسایه ما هم دارن تازه برمیگردن. کجا بودن؟ من دارم میرم بیرون. دستکش من یه دستکش خیلی معمولی و ارزون و $3 که قراره تاچ باشه، ولی خب این سرما عملا نمیتونم باشه خیلی کار زیادی روی اسکرینم بکنم. خب 7-8 ثانیه بیشتر نشده که اومدم بیرون، ولی همین الان من سرده. در حالت عادی من دستکش دستم هست و دستم از جیبم هم بیرون نمیارم، ولی خب الان چون دارم پول میگیرم باید یه دستم بیرون باشه. چند لحظه دیگه نرسیده صورتم یخ خواهد زد. باید این چراغ قرمز رو رد کنم برم اونجا تو ایستگاه اتوبوس وایسم. میکنم 5 دقیقه حداقل باید وایسم. در فاصله کمتر از 2 دقیقه خارج شدن از خونه دیده نمیشه، ولی من داخل پره‌های بینیم کاملا یخ زده
بعد این جلوی دهنم که بخار داره در میاد اینجاها روی کاپشن داره یخ میزنه دیگه، نمیتونم دستمو نگه دارم بیرون. خب باید برم توی این ایستگاه منتظر بایستم. این داخل چون باد نمیاد یکم گرم‌تره. What? Yeah. What is? 32, minus 32. But now it's minus 30. Yeah. Yeah, I think, yeah. That feels like minus 35, yeah, to 40. That's why I'm just filming it for myself, just to record what's happening today. Yeah. Super cold actually. یه خانومی بغل من وایساده داره تکون میخوره و خودش رو گرم نگه می‌داره و من بعدیش برام امروز اینه که یه سرمایی رو یه ذره خوردم و باید با سرماخوردگی این سرما تحمل کنم، ولی اوکیه واقعا. اگر تجربه زندگی توی این هوا رو نداشتید از دور خیلی شاید ترسناک به نظر بیاد. من الان داخل که اومدم دیگه باد نمیزنه، میتونم کاملا گوشی رو دست بگیرم با دستکش. یه مسئله خیلی مهمی هم بگم، من قبل از اینجا روم زندگی میکردم، یعنی سپتامبر ما اومدیم اینجا و 5 ماه نمیشه دیگه. موقعی که داشتیم میومدیم هوای روم مثبت 40-41 بود و الان منفی 32 اول صبح منفی 31 بود. بودن 70 درجه اختلاف رو توی 4 ماه تجربه کردم. البته روز از این سردتر هم وینیپگ داشته امسال، ولی خب خیلی روزا سرده، ولی به نظرم تحمل سرما خیلی راحت‌تر از تحمل گرما. کسایی که اینجا رسیدن نمی‌شونم بگیرم نزدیک صورتشون اینا زمان بیشتری بیرون بودن که صورتشون یخ زده که همچنان هم خبری از اتوبوس ها نیست. اتوبوس ها بالاخره داره میاد. جالبه کسی تو همین سرما هم عجله نداره، همه قشنگ تو صف پایی نیستن. نگات بریم بالا. اینجا دیگه گرمه ولی خب سر و صدا زیاده، احتمال اینکه صدام خراب بشه خیلی هست، ولی خب دیگه میتونم با آرامش بشینم. مستقیم این اتوبوس میره تا محل کار من. حالا جلوتر هم میگم محل کارم کجاست. بدون دستکش و کلاه بودن توی این هوا و اصلا وقتی منفی 30 دیگه رد میشه 10 دقیقه 15 دقیقه یه جا وایسادن توی این هوا خیلی جدی خطرناکه. یعنی انگشتر اگه مثلا 1 ساعت بیرون باشید 2 ساعت بیرون باشید بدون دستکش باشه یخ میزنه و ممکنه حتی انگشتاتون از دست بدید. شوخی هم نداره ولی خب همچین اتفاقی نمیفته، معمولا اصلا کسی نیازی نداره اینقدر بیرون باشه. و اگه ماشین داشتم که کلا شاید یه کاپشن فقط می‌پوشیدم و میومدم بیرون، چون شما خیلی نیازی نداری به اینکه توی فضای آزاد برید. پیاده شدم، بعد ساعت 9 میرسیدم سر کار، الان تازه ساعت 9 اینجا پیاده شدم. این راه که میبینید توی مرکز شهر وینیپگ و کلا مرکز شهرهای بزرگ کانادایی خیلی زیاده. اینا ساختمونا رو به هم وصل میکنن که
توی روزهای سرد زمستونی مجبور نباشین از تو خیابون رد بشین. خیلی از ساختمان‌های مرکز شهر اینجوری به هم وصلن. جایی که من الان دارم میرم باید برم اون دست خیابون. اون ساختمونه، این ساختمان اداری دانشگاه ماست. الان کاری باش ندارم، بعد از ظهر قراره برم دانشگاه. من باید اینوری برم، خب اول باید از اینور خیابون رد شم. با توجه به اینکه میکروفون ندارم امیدوارم خیلی صدام تو فضای آزاد بد نشده باشه. محل کار من اینجاست، این ساختمونی که این گوشش 3 گوشه اسمش وینیپگ آرت گالریه. بعد در اصلیش اینوره، ولی من الان باید از در استف اینور برم. حالت عادی میشه از در معمولی ویزیتور هم برم، ولی خب امروز دوشنبه است. دوشنبه ها کلا موزه تعطیله، روزهای دیگه هم 10 باز میشه و الان زوده کلا، حتی اگه یه روز عادی هم بود برای اون 10. 4-5 ساعت اینجا هستم، تموم نمیشه ویدیو. بعدش دوباره قراره حرکت کنم. چند ساعت بعدتر احتمالاً هوا 1-2 درجه گرمتر میشه. یه ذره سعی میکنم بیشتر اطراف رو بگیرم، نشون بدم که آدم ها همه دارن میرن کارشون رو بکنن و زندگی تو منفی 30 درجه در جریان کاملا. امروز باد زیاد نبود، خوب بود واقعا، به نظرم اصلا آزاردهنده نبود. من ترجیح میدم مثلا منفی 35 باشه با باد 4-5 کیلومتر در ساعت، ولی منفی مثلا 5 نباشه با باد مثلا 30 کیلومتر در ساعت. خیلی سرد میشه با باد، آزاردهنده است. برای همین به نظر امروز روز خوبیه. البته به طور کلی اینم بگم که روزایی که برفه هوا خیلی بهتر از روزایی که آفتابیه توی زمستون وینیپگ و حالا خیلی از شهرهای کانادا، چون روزایی که برفشه گرم میشه، حتی اگر بوران باشه مثل این ویدیو ببینید. آره من حتی اون هوا رو هم به این هوا ترجیح میدم. رسیدم در استف، برم داخل. وارد شدم و واقعا به سختی این کلاه در آوردم، دستم یخ زده بود. آسانسور، چون آسانسور ویزیتور هم هست، من باید اینو بندازم و بزنم. کارم تموم شد، شال و کلاه کردم، دارم میرم. دمای هوا یک کم از چند ساعت پیش که خب اول صبح بود گرمتر شده، در حد 2-3 درجه. الان منفی فکر کنم 27، ولی باد بیشتر شده و البته یه چی میگن هشدار اومد روی گوشیامون که داره میگه که انقدر قراره باد زیاد شه که حس هوایی منفی 40 درجه قراره بده. در نتیجه گفته که مراقب باشین، تا جایی که میتونید بیرون نرید، که خب من نمیتونم، کار دارم، باید بیرون باشم. کاری که دارم این که امروز باید برم کلاس، این کوچه رو باید تا ته برم. دانشگاهم خیلی به محل این کارم نزدیکه. من 3 تا کار دارم، حالا بعدن یه ویدیو میگیرم قشنگ توضیح میدم که کدوم کارام چیه و داخل هر کدوم از جایی که کار میکنم و فیلم میگیرم. ولی الان باید برم دانشگاه. از اونجا پیچیدم اون قلعه دانشگاهی که قراره برم، ولی همین فاصله کوتاه دارم یخ میزنم. اصلا گرفتن گوشی توی دست واقعا سخته دیگه الان. خب جالبه که آدم هم میبینین که تو خیابون هستن و قدم میزنن، زندگی عادی در جریانه. اینجا ورودی دانشگاه ماست، حتی چندین ساختمون پشت اینم هست. حالا بعدا یه فیلم کامل میگیرم. دقیقا وسط مرکز شهر وینیپگ هم هست. دیگه رسیدم. از اولین دری که بتونم میرم تو، چون واقعا دارم یخ میزنم. همه این مسیری که از موزه تا دانشگاه اومدم شاید 3-4 دقیقه نشد. فکر میکنم دوربین نمیتونه به خوبی بگیره، ولی پلکام داره یخ میزنه. حالا قبلا
عکس گرفتم از پلکه یخ زده، ولی الان ظاهرا اینجا خیلی مشخص نمیشه. یه اتفاقی که افتاد، دست زدم به دستگیره آهنی یه دری برای اینکه بازش کنم و دستکش نداشتم، دستم سوخت تقریبا از سرما. کلا خیلی یخ زده الان، ولی خب این داخل انقدر گرمه که دیگه کلا میشه همه چی رو در آورد. دمای داخل معمولا بین 21 تا 25 درجه همه جا ست میشه. من باید دوربین رو نگاه کنم و خیلی راحت داخل. واقعا همه فضاهای داخلی کانادا یه جوریه که شما با تیشرت هم راحت میتونی بچرخی. کانادایی بودن این شکلیه که تو این سرمایی که من راه نمیتونستم برم بیشتر از 4 دقیقه، یه سری آدم با دوچرخه اومدن دانشگاه و خیلی هم براشون هوا اوکیه. یه چیز مهمی من بگم، این سرمایی که میبینید الان منفی مثلا 32 احتمالاً حتی منفی 40-45 هم پیش میاد، ولی دائم نیست. یعنی قرار نیست که یه تک هوا این باشه توی زمستون. شاید مجموعاً تعداد روزهایی که یه همچین دمای خیلی پایینی داشته باشه شهر وینیپگ یا حالا خیلی از جای دیگه کانادا، مجموعاً بین 14 تا 20 روز باشه که خب اونم خیلی مسئله زیادی نیست و دما یکم بهتر میشه. من مثلا الان نگاه میکردم این هفته خب کلا خیلی سرده، ما هوامون بهتر از منفی 16-17 نمیشه، ولی از هفته بعد دوباره دما تغییر میکنه و تا 0 هم حتی بالا میره. یکم سر کلاس باشیم، دوباره برمیگردم بیرون. Install by inserting the prong of the unit firmly into the opening above the lens. Select, focus, shoot. During the 1.5 seconds after the shutter button has been pushed, من کارم تموم شده، دوباره دارم میرم بیرون از دانشگاه. قابلانش اینه که برم اتوبوس سوارشم الان برم خونه. هوا منفی 28 درجه است، ولی خب فیلز لایتش تغییر کرده، منفی فکر کنم 36. ولی خب چون میخوام فیلم بگیرم یکم از مرکز شهر، میرم بیرون یکم قدم میزنم و بعد یه اتوبوس پیدا میکنم برای خونه رفتن. خیلی هنوز سردم نشده، ولی فکر میکنم دوباره توی 2-3 دقیقه یه جوری یخ میزنم که ممکنه پشیمون بشم از تصمیمی که گرفتم. ولی بریم ببینیم داخل شهر چه خبره. اینجا مرکز شهر کاملا دیگه، همونجا یک هفته صبح پیاده شدم. خب شب اینجا واقعا قشنگه. برم تو خیابون بعدی برگشت رو بگیرم، تو دستم داره یخ میزنه. اینا خیلی عادی منتظر اتوبوس وایسادن. کمتر دیدم تو این هوا یه جمعیت زیادی در حال درجا زدن نباشن، ولی اینا خیلی ریلکسن. این هوا براشون خوبه. اینم بگم که مدارس اینجا تا منفی 25 زنگ تفریحاش برقراره و منفی 40 اینطورا دیگه کلا مدرسه رو تعطیل میکنن. قبلش بچه ها هم باید مدرسه برن. برف هم تاثیر زیادی توی تعطیلی مدارس نداره. اینجا هم خیابونا خیلی پر برف نمیمونه، همون موقعی که داره میباره سریع جمع میکنن با ماشینای برفو و خیابونا باز میشه. پیچیدم توی یه خیابون دیگه که اینجا یه کتاب فروشی باحال هست. تا حالا هم نرفتم، ولی هم دلم میخواد برم، هم خوب میشه اگه برم توی چند دقیقه. این کاری که دارم الان میکنم دقیقا همون کاریه که امروز گفتن نکنید. برای همین اومدم اینجا تو ایستگاه اتوبوس وایسادم و دیدم که اتوبوس مورد نظرم
هر لحظه ممکنه بیاد. اینه که میرم ولی ویدیو تموم نمیشه. از اینجا یه سری ویدیو از کریسمس ورد وینیپگ میذارم. مرسی که این ویدیو رو دیدین، تا آخرش ببینین. دمتون گرم.